السلام علیکم. بار دیگر همتون عزیز گفتنی بودم برای شما که هر یک انسان در حیاتش باید که یک نیکی کرده باشه، که نیکی کنه که انسان ها او رو با نیکی یاد کنن. من از حیات خودم با شما رو مثال فقط میارم. یک بار دخترچه من میده بود، 3 ساله بود. بعد به نزد من یک تا شناس آمد گفت که من تیارم که روی شما یاری رسانم. گفتم چی یاری؟ شما در وقتش که ما رو یاردم کردگین و همون شوهرش جراحی احتیاج داشته است. من از امام است که سوم در کاره من در یادم نیست. اما بسیار همین کارهایی که میگم من میگم من فراموش میکنم. فراموش کردن خوبه، وقتی آدم کار نکرد فراموش کنه. اگه برای شما مثال برسم که همون آمد که من شما یک یاری خدا راستون ما گفتم برای یاری شما لازم نیست. و گفت دخترچه‌تون اگر سری دونی باشه ندیم نیانکشم تو مایل خوب نگیم تو سومتون میتیم. نه گفت خیلی گفت 50% میتیم 50% سوم بارش گفتم مایل خوب. دخترچم قطعی دور دیست. دخترچم معقول نشد. دخترچم گفت چجا من قطعی نمیستم این مرا معقول نشد. اگه زنک تقریبا گر معقول نشد بعد گفتم خیلی نمیشه. بعد دخترچم خواهرم قطعی میمونم کار میرفتم میمونم. یعنی که نیکی کوی چند وقت پس یک 7-8 سال گذشته که بعد او اومد. دخترچم 2012 تولد شده. 3 سال بود. 2015 2005 گفت 6 تا گفت همه خشیده بود که مرا یاردم کرده بودین. من گفتم خیلی خداوند مرا میتیه هم خسته میتیه سو میتیه ایل میتیه خواه میتیه خداوند مرا میتیه همه چی مرا الله تعالی چیکار میکنه میسنجه امتحان میکنه که بنده من در گجو صرف میکنه همین قواشه تواناییشه سومشه علمشه هم خست برای همین وقتی خانه رو فراموش نکنم یک جای کار قطعی آمد نیستم. خب هم خست برای همین یعنی که ما باید که دویم چی باشیم نیک کار باشیم نیک بین باشیم نیک گو باشیم و نیک سخن نیک رفتار نیک کننده باقی صحت سلامت خانواده ترم باشیم. من به جای در کاریم رسیدم.